أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و تمام پیروانشان. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. موضوع برنامه امروزه ما کلام بی‌پایان الله، حرض یعنی تشویق نما، وادار و ترغیب کن می باشد. در حیات هر روزه انسان آرام و متوازن می شود. اگر او را به اجرای کار وادار کنند، او به هیجان آمده قوت و نیرو می گیرد و به اجرای کارهایی که از کارهای در شرایط عادی هر روزه اجرا می کرده اش بزرگتر و نظررسترند آماده می شود. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعت کنان می فرماید: در راه الله بجنگ، زیرا تو تنها از بالای خود جوابگری و مؤمنان را تشویق کن. شاید الله قدرت کافران را باز دارد. الله از همه هم تواناتر و در جزادهی از همه هم سختگیرتر است. در دیگر آیت می فرماید: ای نبی، مؤمنان را به جنگ تشویق نما. اگر میان شما 20 نفر شخصانی صبر کننده موجود باشند، آنها 200 نفر را مغلوب سازند، و اگر میان شما 100 نفر موجود باشند، آنها 1000 نفری کافران را مغلوب سازند، چون آنها آدمانی بیفهمند. از این رو انسان در وقت معمولی به نبرد آماده نیست، یعنی نبرد به سفربرکنی احتیاج دارد. سبکبارانه و گرانبارانه به جنگ برآیید، یعنی برآیید در حالت معمولی خود و حالت بالاتری که در آن آمادگی شما سفربر شوی، جمع آوری مبلغ، مردان و اسلحه، اینچنین اطاعتکاری، تفکر و انتخاب وسیله های نبرد نمایان می شوند. همین طور تشویق یعنی وادارسازی و ترغیب کنی در اجرای کارهای ضرور است که از کارهای هر روز معمولی اجرا شونده بزرگتر هستند. از این رو ناجا است اگر بگوییم که ما انسان را به خوردن تشویق میکنیم یا ما مادر را به خوراندن کودکش تشویق میکنیم، چون همه این کارها به تشویق احتیاج ندارند. اما چیزی که در حقیقت به تشویق محتاج است این جنگ است. مؤمنان را به جنگ تشویق نما. این همان تشویق کنی می باشد. تشویق کنی و ترغیب کنی به دادن صدقه، خراجات مالی در راه الله، و آن هم برای نجات مظلومان، برای مقابله با مشکلی ها، مانعه ها و معماهای دیگری که به امت روبرو می شوند. تشویق کنی برای مقابله با دشمنان نیز می شود. وقتی که امت اسلامی در پیشاروی فتح کشورهای و پهن دعوت اسلامی و یا پیشاروی زدگرداندن حمله های دشمن قرار می گیرد. تشویق مذکور از اساس های عقیده اسلامی، از اساس های دین و شریعت و احکام آن و از اساس های اداره جامعه و مردم سرچشمه گرفته آدمان را سوی عملی سازی هدفهای عالی و آرزوها گرفته میبرد. این کلام یعنی حرض، تشویق نما، کلام بی‌پایان الله متعال است که در حیات شخصان علاهیده، حیات تمام امت و دولت اسلامی مهم می باشد، زیرا توسط تشویق کنی نیروها سفربر شده سرجم می شوند و همه کوشش ها این مسلمانان هماهنگ شده با تمام نیروی و توانایی بهر رسیدن به هدفهای عالی راه سپر می گردند و در این حالت این هدفها به یگان مشکلی به دست می آیند. این برخلاف امتهای فرو رفته است که آنها هیچ یک هدفها را عملی نمی سازند، چون در آنها نه سفربرکنی وجود دارد، نه برآمدن به راه و نه انگیزه ها. سخنان الله متعال: ای نبی، مؤمنان را به جنگ تشویق نما را تفکر نموده به خود سؤال می دهیم: امروز به ما چی شده است؟ چرا ما مسلمانان را به فعالیت بهر عالی نمودن دین خود تشویق کردن را بس کردیم؟ با ما چی رخ داد که تشویق مردم را به اجرای عملهای بس نمودیم که آنها را به رضایت الله و تطبیق شریعت او در زمین می آورند؟ چی شد به ما که آدمان را برای کوشش بهر برپای دولتشان، دولت خلافت اسلامی تشویق نمی نماییم که آن توانایی آن را خواهد داشت که آدمان را ماهرانه تشویق و ترغیب نموده بهر در مقیاس دولت به هدفهای عالی شرعی نائل شدن نیروهای آنها را سرجم کند، هدفهایی که این امت را بالای دیگر امتها جای داده تمام دین را از آن الله گرداند. ای الله، ما را از جمله سربازان خلافت و از جمله کسانی بگردان که بهر برپای آن و عالی کردن این دین با تمام غیرت فعالیت میبرند. از جمله کسانی بگردان که مسلمانان را سوی نیکی تشویق و ترغیب می نمایند. از الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم.
тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.